سلام، وقت بخیر. میخوام در مورد محصول ترموستات LCD دارمون صحبت کنم. این ترموستات حالا از اسمش هم پیداست LCD داره. 6 تا کلید جهت، کلید تایمر، کلید فن اسپید که به عنوان کلید تایید هم میشه انتخاب بشه، کلید پاور و کلید سمت چپ به عنوان کلید مود، حالا بعضی وقتا کلید فصل مورد استفاده قرار میگیره. روی صفحه هم دمای محیط در وسط، اینجا علامت آف که خب نشون میده الان صفحه ترموستات خاموشه. علائم سمت چپ ظاهر میشه و سمت راست پایین هم پروانه یا علامت فنه که سرعت هم وسطش نمایش داده شده. روشن میکنیم صفحه رو. خب کلیدهای جهت دمای ست پوینت که حالا به جای آف اینجا نمایش داده شده رو تغییر میدم. مثلا دمای ست پوینت دمای محیط 28 و 3 من میخوام 27 باشه. کلید در واقع عدد وسط فن نشون دهنده سرعتیه که داره اعمال میشه. الان نوشته A به معنی تعیین سرعت خودکاره، یعنی سرعت خروجی حاصل تفاضل عدد نمایش داده شده در بالا به عنوان دمای محیط و دمای ست پوینتی که خب هر چقدر بیان پایینتر سرعت بیشتر میشه. میتونم این رو با کلید وسط، کلید فن اسپید عوض کنم، یعنی هر چقدر اختلاف دما باشه باز هم سرعت همون مقداری که اینجا تعیین میشه، 1 یا 2 یا 3 باشه که خب اون پروانه وسط هم میبینید با سرعت تعیین شده متناسبه. این هر چقدر سرعت بیشتر باشه سرعت چرخش اونم بیشتر میشه. هر چقدر هم که حالا با توجه به مود دما رو ببرم بالاتر میتونه خاموش بشه. خب زمان داریم، پارامترهایی داریم که تو اون این مشخص میشه، فن آف دیلی، فن آن دیلی. چون خب الان تو فن آف دیلی هستیم، خاموش شد، فن آف دیلیش گذشت و خاموش شد. با کلید سمت چپ میتونیم اول یه مقدار نگهش داریم، سناریوها رو میتونیم تعیین کنیم، سناریوی نورمال، توربو، اکو و اسلیپ. اما اگر کلیک کنیم فقط مودهای کاری رو کول، هیت، فن، درای و اوتو قابل تنظیمی که خب حالا هر کدوم از اینا داخل دفترچه توضیح داده شده، میتونیم تعیین کنیم و انتخابش کنیم. حالا واسه اینکه بتونیم بهتر ببینیم من هیت رو انتخاب میکنم. صفحه تو مود سرمایشی آبی بود، الان تو مود گرمایشی نارنجی میشه. همون عملکردها روی سرعت، علائم، دماها، فقط تفاوت اینه که خب اینجا برای اینکه بتونیم کار کنیم دما ست پوینت و دمای محیط معکوس هم دیگه، یعنی من دمای بالاتری میخوام پس الان روشن میشه و اگر بیام پایینتر به حالت خاموش قرار میگیره بعد از همون زمان فن آف دیلی که داریم.